انسان ها از نسل میمون های باستانی که حدود 6 تا 7 میلیون سال پیش تو آفریقا زندگی میکردن به وجود اومدن. این اجداد اولیه تونستن ایستادن روی دو پا رو یاد بگیرن. حدود 2.5 میلیون سال پیش گونه‌ای به نام هومو هابیلیس پیدا شد که اولین ابزارهای سنگی رو ساخت. پس از اون هومو اورکوتوس که حدود 2 میلیون سال پیش زندگی میکرد تونست آتش رو کنترل کنه و تو گروه‌های مختلف زندگی کنه. انسان‌های مدرن به نام هومو هاپینس حدود 300 سال پیش تو آفریقا زندگی میکردن. اونا دارای زبان‌های مختلف و توانایی‌های فکری پیشرفت و هنر و ابزارهای پیچیده‌تری تونستن بسازن.